سلام، چطوری؟ من الهامم. به چنل من خیلی خوش اومدی. چیزی که قراره تو این ویدیو ببینین تراز سوابق من چند شده، تراز کنکور من چند شده و اینکه احتمالاً قراره بعداً چیکار کنم، به چه تصمیم میگیرم با این تراز. راستش رو بخواین برام خیلی سخته بیام اینجا براتون بگم که ترازم چند شده، چیکار کردم و اینها، ولی گفتم خب من از اول اومدم براتون داستان زندگیمو گفتم. خودم بدم میاد از اینکه یه کسی یه چیزی رو نصفه بهم بگه تهشو نگه. یعنی میخواستم همون موقعی که تو ذهنم بود که همون موقعی که ترازو اومد من براتون ویدیو بگیرم که ریاکتمو ببینید و اینا، ولی راستش رو جرئت نکردم. میدونی موقعی که تراز سوابق اومد من خواب بودم، یعنی بیدار شدم، گوشیمو نگاه کردم، اولین چیزی که دیدم کانالای کنکوری. میگم من همه کانالای کنکوری رو پاک کردم به جز اونایی که دوست رفیقا من دیدم زدن تراز سوابق اومده. سکته کردم، یعنی اون لحظه که گفتم تراز سوابق اومده من سکته کردم تا سایت بالا بیاد. اولش اصلا بلد نبودم چه شکلی برم وارد شم، مثلا کجا رو باید نگاه کنم واسه تراز سوابق. اگه این ویدیوها رو دیده باشین من بهتون گفته بودم که تک تک نمراتم چند شده و معدلم یه چیزی حدود 18.5. حالا که چه ترازی بهم داده 8600. تراز کنکورم هم شده 8400 خورده. یعنی سر جمع اگه این دو تا تراز رو بخوایم میانگین بگیریم یه ترازی حدود 8500 بمیده. میدونی من نمیدونم الان خیلیا حتما شما هم همینجورین مثل منی، نمیتونم بهش فکر نکنم که آقا مثلا قرار آخرش چی بشه، قرار چی کار کنم، مثلا چه تصمیمی قرار بگیرم. حالا یه سری میان، یه سری دوستم منو میگن آقا اصلا بهش فکر نکن، بذار رتبه بیاد همون موقع بهش فکر کن. ولی راستش بخوای سخته، نمیشه. اونایی که شرایط همین میتونیم همو درک کنیم. نمیدونم توی که الان داری ویدیوی منو میبینی، کنکور تو دادی، هر جوری شده میخوای انتخاب رشته کنی بری، اصلا بر فرقی نمیکنه، یا نه اصلا امسال قرار کنکور بدی یا نه امسال کنکور دادی تو هم مثل من تو این تنش و استرابی، یا یه کنکوری کهنسالی مثل منی که بعد چند سال کنکور داده. نمیدونم دارم با کی صحبت میکنم توی که الان داری منو میبینی. میخوام چند چیز بهتون بگم صرف تجربه. نمیخوام نگرانتون کنم، نمیخوام قصه دارتون کنم، نمیدونم قرار چه تصمیم بگیری، نمیدونم با تراز خودم قرار چی بشه، چی قبول شم. اگه این مشاورا، اینایی که میان ادای مشاوره رو در میارن، میشینن تو این اینستاگرام رو پر کردن از اینکه با این تراز این رتبه رو میاری، با این معدل این تراز رو میاری، هیچ قابل پیش بینی نیست. و یه چیز دیگه‌ای که احتمالاً خیلی میشنوین، اینو هر سال بهتون قول میدم که همه شنیدن، قبل از شما و بعد از شما هم قطعا خواهند شنید. من 402 که کنکور دادم به نظر خودم بود که 402 خیلی سخته و وقتی که اومدن مشاورا صحبت می‌کردن، اونایی که تحلیل می‌کردن کنکور رو میگفتن که خیلی به بچه‌های 402 ظلم شده، هیچ وقت اینطوری نبوده، اصلا خیلی بد بوده همه چی. و جالبه من وقتی اومدم 403 کنکور بدم همون حرفا داره تکرار میشه، به بچه‌ها 403 خیلی ظلم شده، هیچ کنکوری بدتر از 403 نبوده. من دارم بهتون میگم هم قبل از ما این جمله ها رو شنیدن، هم بعد از ما این جمله ها رو قرار بشنون و اینا فقط یه سری حرفه که مثلا میخوام باهات همدردی کنن، همدلی کنن که مثلا تو باشی کنارشون باشی. ولی واقعیتش اینه که هر سال سختی خودشو داره. میدونین مثلا از چیه؟ از اینکه ما عادت میکنیم. مثلا میان معدل رو میذارن، ما عادت میکنیم، میگیم اولش برامون سخته، میگیم وای خیلی داره بهمون ظلم میشه و بعدم به این ظلمه که عادت کردیم اگه بیان حالا مثلا معدل رو بردارن میگیم که چرا مثلا معدل رو برداشتید، مثلا خیلی داره بچهای مثلا 410 ظلم میشه، معدل بود خیلی خوب بود. ما فقط به یک روال عادت میکنیم. البته همیشه هم میگم کاش که یک روال ثابت داشته باشن که همه تکلیفشون رو بدونن. اینکه هر سال یه روال جدید میذاری واقعا بده، سمه. من نمیدونم چه ترکیب سمیه ولی واقعا بده. کاری که خودم میخوام بکنم نمیدونم، من دارم بهش فکر میکنم، هرچند حتی بگم بهش فکر نکن. من به پزشکی تعهدی هم فکر میکنم. من اصل این رشته رو دوست دارم. خیلی با خودم راستش بخوام کلنجار میرم و یه جا میگم خب دستتو میبندن، یه جا میگم خب تو 5 سال قراره مثلا برای دولت کار کنی، هر کس دیگه‌ای هم 2 سال رو باید بگذرونه، 2 سال طرف رو باید بگذرونه، حالا تو یه 3 سالی داری بیشتر میگذرونی. خیلی هم توفیری نداره بخوام مثلا سری مطلب بزنی نیست یا سری بخوای تخصص بگیری نیست. خیلی هستن که حالا مثلا مدت‌ها پشت کنکور میمونن واسه تخصص. همه اینا رو در نظر بگیرید. از یه طرف میگم خب این که نگهت می‌دارن به زور، از یه طرف میگم خب
من اصلا آدم مهاجرت نیستم، اصلا هیچ وقت مطمئنا نمیرم. بعد دیگه آدمیزاد دیگه یهو خواستی مثلا بری، تو چه میدونی؟ این کلنجار هست، این فکر هست، میدونم با شما هم هست، میدونم شما هم قلقلک میده، اذیتتون میکنه، ولی بهش فکر کن، ایراد نداره. یه چیز دیگه این که من تابستونمو زهر مار کردم به خودم، یعنی از بعد کنکور من همش تو کانالام، تو یوتیوبم، توی اینا، و تابستونم رو علنا به خودم زهر کردم. الان مرداد داره تموم میشه، تقریبا دیگه چیزی ازش نمونده. میخوام این 1 ماه باقی مونده رو تا مهر حداقل، نمیدونم، یا انتخاب اول باید رتبه بیاد ببینیم مثلا چی میشه. بعد که رتبه اومد اصلا خواستم انتخاب کنم، اول واقعیتش میخوام این 1 ماه رو میخوام زندگی کنم که حداقل یه چیزی از تابستونم فهمیده باشم. نمیدونم اگه خواستم دوباره برم بخونم این انرژی باشه تو من، نه اینکه انقدر تحلیل رفته باشه که انقدر رفته باشم تو کانالا دنبال اینکه آقا رتبه چند میشه پیش بینی کنن. اونا پیشگو نیستن. بهتره با خودمون بقبولونیم و منتظر نتیجه واقعی باشیم، الکی خودمون دل خودمون رو خوش نکنیم. همین. نمیدونم شما تصمیمتون چیه، بیاید بهم بگید اگه دوست داشتید. تا ویدیوهای دیگه، خدا.